تغذیه سالم و ارگانیک باعث میشه که بیان ژن از ژن‌هایی که سالم‌تر هستن رونویسی بشه و اتفاق بیفته، در حالی که مصرف مواد غذایی ناسالم میتونه باعث رونویسی از کدهای DNA که باعث ایجاد بیماری در بدن شخص بشن اتفاق بیفته. از طرفی ما انسان‌ها زمانی که میخوایم تولید مثل کنیم و عمل لقاح صورت میگیره، علاوه بر اون DNA که از پدر و مادر به ارث میرسه، کدهای جدیدی هم تشکیل میشه. منظورم از کدهای جدید همون رشته DNA هست که قسمت‌های جدیدی هم تشکیل میشه. ولی وقتی که فرد دیگه به دنیا اومده و داره داخل اون محیط مشخص با اون پدر و مادر زندگی میکنه، در واقع حالت پایه وجودی اون موجود جدید عموما اون چیزی که به ارث رسیده، اما تکاملش در گروه اینه که خودش رو به مرحله‌ای برسونه که کدهای DNA جدیدی که گفتم شکل گرفته بود اونها واسش بیان بشن.